با ورود رونالدو به ایران و ازدحام دور هتل شما دچار رفتار گله‌ای نشید که تو بازار مالی هم صدق میکنه. من دچارش بودم. خیلی ها فارغ از علاقهشون وارد یک حوزه‌ای میشن به دلیل اینکه اون فلان شخص به پول رسیده، یا خیلی ها در هر نمادی مثل طلا وقتی سریع رشد یا ریزش خودش رو داره اقدام به خرید یا فروش میکنن، فارغ از اینکه استراتژیشون بهشون فرصت معاملاتی میده یا نه. توی این 6 سالی که تو بازار مالی فعالیت دارم تا الانی که لایو ترید ها رو باهاتون به اشتراک میذارم، با بیش از 2000 نفر صحبت کردم. ویژگی مشترک افراد موفق اینه که متناسب با روحیه خودشون در هر نماد معاملاتی استراتژی خودشون رو نوشتن و کار میکنن، و افرادی که با هیجان وارد بازار مالی نشدن، عشق و علاقه دارن که بازار مالی یک عشق، یک مسیره، چون عشق و علاقه یعنی بدون منت